درود میفرستم به بینندگان عزیز رادیو زودی، به همه اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو تماشا دارن. شاله گلخوجه هستم، چون همیشه در همین ساعت و در همین دقیقه ها در روبروی شما عزیزان و ساعت حالا با وقت پراگا که ما از اینجا با شما صحبت داریم 10 و 1 دقیقه است و در دوشنبه ساعت نصف روزی 1 و 1 دقیقه. فراموش نکنید که من همه شما رو بازم بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشوم که 15 دقیقه ادامه میکنه. تبری شما آگاهی دارید و سرشار از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان است و گزارش‌هایی که فکر میکنم برای شما نیز دیدنشان جالب است و با سوال‌های خودتان میتونید از این گزارش‌ها پاسخ بگیرید. خب شروع میکنم از یک خبر ناخوب. متاسفانه به وطن نرسید. طفل 4 ساله تاجیک دیروز در داخل هواپیما که از مسکو به دوشنبه پرواز داشت درگذشته است. هواپیمایی که این طفل تاجیک مسافرش بود بنابر پیش آمدن چنین فاجعه مجبور شد فرود اضطراری انجام بدهد. همکاران ما این حادثه را پیگیری دارند و در واقع تا امروز چندین حالتی به دنیا آمدن طفل از شهروندان تاجیکستان به هنگام پرواز در هواپیماها ثبت شده بود، اما اگر اشتباه نکنم این حادثه فوت کودک به هنگام پرواز سابقه نداشت. ما به خانواده این طفل همدردی خود را میرسانیم و تلاش میکنیم برای شما بیننده عزیز جزئیات این فاجعه را در برنامه خبری بگوییم. جلسه مشورتی را خلاصه نمودند. یاور کاتب دولتی امریکا اوید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی همراه با کارداری سفارت و نمایندگان بین اداروی مسئله های گوناگون همکاری های استراتژیک دو جانبه را با همتایان تاجیک خود بررسی کردند. صبح امروز در این مورد نشست خبری تشکیل شد. اگر در برنامه امروز ما را همراهی کنید، نظر جانب امریکا درباره وضعیت ولایت مختار کوهی بدخشان، کمک ها به تاجیکستان و تحقیق حمله به سیاحان خارجی در دنقره را خواهید شنید. اول مفلس اعلام کنید بعد قرض میدهیم. صندوق بین‌المللی پول به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلام کند و بعد اجرای این و دیگر توصیه ها امکان دریافت صدها میلیون دلار را از این سازمان پیدا میکند. پیشنهادی که مقامداران تاجیک تا به حال آن را قبول ندارند. در برنامه امروز باری دیگر نظر میاندازیم به وضعیت مشکل این دو بانک بزرگ کشور و شکایت های مداوم امانتگزاران که دیگر به بازپس گرفتن امانت هایشان باور ندارند. همچنین در رابطه با این موضوع تقدیم شما می شود نظر کارشناسان که آنها میگویند احتمالاً بحران این دو بانک به طور صنعی به درازا کشیده شده است. چرا؟ بعد کمتر از 3 ساعت دیگر به این سوال پاسخ خواهد گرفت. سازمان ملل متحد منع پوشیدن نقاب در یکی از کشورها را نقض حقوق انسان دانسته طلب نموده است که قانون پوشش لباس اسلامی را بازنگری کنند. گپ سر کدام کشور می رود کمی دیرتر برایتان معلومات میدهیم. تنها همین را میگویم که با راه اندازی قانون مذکور تا این دم چندین زنان و دختران را برای پوشیدن نقاب اسلامی در مکانهای جمعیتی در همین دولت مجازات نمودند. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه و آخر ماه جاری در هیئت 20 نفره وکیلان دوم دولتی روسیه به دوشنبه میآید. با اطلاع رسانه‌های دولتی قرار است در این سفر ژیرینوفسکی با رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات نمایند. واخوری او با استادان و دانشجویان دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه نیز در نظر است. مقامات تاجیک گفتند که ژیرینوفسکی و همراهانش را به تماشای قلعه سور و سرخانه و شرکت آلومینی تاجیکستان تلکا و انگورزارهای وادی حصار نیز میبرند. ولادیمیر ژیرینوفسکی با صحبت‌های زید و نقیضش در موضوعهای مختلف مشهور است. از جمله اظهارات او درباره کشورهای سابق شوروی و مهاجران کاری بحث‌های را هم به میان آورده بود. در حالت شکار و در آغوش کوههای پربرف در دوشنبه نمایشگاهی را برگزار نمودند که زندگی یکی از جانوران نادر را که در بلندکوه‌ها سکونت دارد بازگو میکند. ببر برفی که ساکنان محلی آن را پلنگ شرمال یا آزاد پلنگ مینامند در قلمرو 12 کشور جهان دیده می شود. در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است و آن همچون جانور مخصوص حفظ شونده در کتاب سرخ تاجیکستان نامنویس گشته است. ضمناً شکار ببر برفی در تاجیکستان هنوز 50 سال پیش منع شده است. پوست این جانور پرقیمت بوده. شکار غیر قانونی ببر برفی محض به همین وابسته است. خوب بینندگان عزیز، در برنامه امروز شما میتوانید تصویرها را از زندگی این جانور نادر تماشا کنید و البته این انتهای روز نیست و
хабарҳои зиёди дигар ҳам ҳаст ки дар ҳоли таҳаввул ҳастанд ва ман шуморо даъват мекунам ки баъди 3 соати дигар моро ҳамроҳӣ кунед ва агар то он дам ҳар хабаре шумо ҳам доштед ва ҳар аксу навори доштед лутфан барои мо бифиристед. шумо дар ҷараёни пахшҳои мустақим зиёд аз мо дар робита ба рақамҳои радиои озодӣ мепурсед ки мехоҳед бо ин тариқ бо мо тамос бигиред. хуб тавре ҳам гуфтам агар хабару акс ва видеоҳое ки доред пас тариқи имо вайбер ва вотсап ба мо ирсол кунед. рақамро ҳам навишта кунед 420 724 053 959 420 724 053 959 ва бояд ёдовар шавам ки ин наворҳо ва аксҳо бояд моли худатон бошад ва дар ягон ҷои дигар бояд қаблан гузошта нашуда бошад. боқи ман ҳамаи шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим мунтазир мешавам бо хабарҳои нав.